مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که 21 آگوست سال 2023 کارمندان ریاست مخصوص گردانده شده جستجویی و نجات این کمیته در نتیجه راه‌اندازی عملیات جستجو جسد ساکن 11 ساله دهه جنگل‌آباد شهر وحدت و ساکن 53 ساله دهه خوجه 5 جماعت دیهات اماندره شهر پنجکند را پیدا و به پیوندانش سپاریدند. کمیته به خویش و تبار و والدان هلاک شدگان اظهار همدردی میکند و با احترام از ساکنان کشور خواهش میکند که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. همچنین صبح بر وقت 22 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 9:40 در کیلومتر 145 راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در حدود دهه خوشیکت نویه عینی یک ماشین تمغه دولان که از سمت خوجند به دوشنبه در حال حرکت بود از جانب یک ساکن 25 ساله دهه بسمند نویه دفعشتیج اداره میشد. به سبب ازوده اداره ماشین نبر آمدن راننده به جای سرازیر شد. در نتیجه راه‌اندازی کارهای نجات از جانب کارمندان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده راننده از داخل ماشین بیرون کشیده شد. از بس که جراحت برداشته بود او را به بیمارستان نویوی بستری کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در این ارتباط به رانندگان مراجعت میکند که هنگام سفر در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری و قاعده‌های حرکت راه را جداً رعایت کنند. عملیات دیگر نجات روز 21 آگوست ساعت 14:47 در پایتخت صورت گرفت. به قسم نوبداری کمیته خبر رسید که در کوچه محمدیف یک درخت کلان در حال صدمه‌ای قرار داشته میتواند هر لحظه افتد و ترانسفورماتور کنارش را خراب کند و باعث بینیروی برق ماندن ساکنان شود. دسته امدادگران کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده با یاری تجهیزات مخصوص درخت را بریدند و خطر رفع شد. نیمه دوم 21 آگوست سال 2023 ساعت 18:38 ساکن کوچه نعمت قربویف گریچسکیا ویرا به قسم نوبداری خبر داد که در تاخانه این بنا یک گربه درمانده است. به جای حادثه گروه امدادگران سفربر شد و معلوم گردید که گربه در سیم‌های بین قبرها رست مانده و امکان رهایی نیافته است. نجات دهندگان وارد تاخانه شده گربه را به آسیب از بند رها کردند.